درود بر شما هم میهنان نازنینم. خوشحالم از این که یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم. مهمان عزیزی دارم، جناب آقای بیژن کیان، که البته بیوگرافی کاملتر او رو در صفحه یوتیوب میتونید ببینید زیر همین ویدیو. همینقدر بگم که آقای کیان کارشناس امنیت ملی آمریکا، در سوابقش کارشناس ارشد دانشکده نیروی دریایی آمریکا، مدتی عضو تیم انتقال قدرت از دولت اوباما به دولت ترامپ بود به عنوان قائم مقام تیم مدیریت امنیت و اطلاعات ملی کابینه. آقای کیان سال 2007، همینجور که بریم عقب، باز این سوابق جالب توجه آقای کیان بسیار پرباره، از سوی پرزیدنت جورج بوش برای عضویت در هیئت مدیره بانک صادرات و واردات آمریکا معرفی و با رأی سنای آمریکا تایید شد. او بسیار صاحب نظر، مطلع نسبت به مسائلی که گاهی اوقات برای من و شما پشت پرده تلقی میشه و روابط گسترده ای داره و تحلیل های او در این روزهای پر التهاب برای شخص من که بسیار شنیدنی خواهد بود. امیدوارم که شما هم لذت ببرید. سپاسگزارم جناب آقای کیان که دعوت منو برای حضور در این گفتگو پذیرفتید. سپاس از شما جناب رستمپور. خیلی خوشحالم که با شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما هستم در این روزهای بسیار بسیار پرماجرا و روزهای بسیار سخت برای مردم ایران که در تحت ظلم جمهوری اسلامی و بیکفایتی و فساد نهادینه شده در اونجا زندگی میکنن، که من مطمئنم که ذهن و فکر همه ما رو امروز این مسئله براش اهمیت داره و اولویت هست. خوشحالم با شما هستم. سپاسگزارم. همینطور نکاتی که فرمودید کاملا درسته. پرسش ها این روزها در ایران و برای ایرانیان خارج از کشور اون ابهام و سوال مهم و بزرگ اینه که آیا قرار دوباره جنگ بشه بعد از جنگ 12 روزه؟ آیا اسرائیل و آمریکا دوباره قراره به ایران حمله کنن؟ نگاه شما، تحلیل شما و پیشبینی شما چیه در این باره؟ ببینید، هیچ کسی، هیچ انسانی با یک قلب و روح انسانی نمیتواند مدافع جنگ باشد. جنگ چیز خوبی نیست آقای رستمپور. کسانی که از نزدیک فاجعه نتیجه جنگ رو دیدن میدونن که من راجع به چی صحبت میکنم. ببینید، در جنگ تر و خشک با هم میسوزد و این فاجعه میآفریند. ما آنچه که در عراق اتفاق افتاد بودیم، شاهد آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد بودیم و بنابراین جنگ رو هرگز جشن نمیگیریم، جنگ رو تشویق نمی کنیم و به خصوص حمله یک نیروی خارجی رو به خاک مملکت اگر به قصد اشغال خاک مملکت و کنترل مملکت باشد به هیچ عنوان نمیپذیریم. امروز با شرایطی هستیم که اسرائیل نه به خاطر اینی که در جهت منافع مردم ایران فقط بخواد حرکت کنه، نه، به واسطه نیازهای خودش با یک خطر موجودیتی با حکومتی روبروست که سالهاست که مرگ اسرائیل را میطلبد. بنابراین از اسرائیل انتظار نداشته باشیم که از آنچه که منفعت مردم اسرائیل و خاک اسرائیل هست بگذرد و به منفعت مردم ایران اولویت بده. اگر امروز میبینیم که اسرائیل منافعش همسو و منطبق با مردم ایران هست، برای اینکه مردم اسرائیل و مردم ایران هر دو با یک دشمن روبرو هستند و اون دشمن نهاد جمهوری اسلامی است. آقای رستمپور، امروز که آیا احتمال اینکه عملیات نظامی، ببینید، من از به کار بردن کلمه جنگ با احتیاط روبرو میشم، چون جنگ تعریفی داره و جنگ انواع مختلفی داره. انواع مختلف جنگ میتونه جنگ اقتصادی باشه، میتونه جنگ اطلاعاتی باشه، ممکنه جنگ روانی باشه و میتونه که جنگ از نوع کلاسیکش باشه که تانک ها سفارایی میکردن و لشکرها میامدن جلوی هم و با هم دیگه میجنگیدن و تک به تک
سربازا انقدر از هم دیگه میکشتن. این نوع قدیمی جنگه، این نوع کلاسیک رویارویی هست. امروز جنگ صورتهای بسیار متفاوتی داره و من فکر میکنم که این حق اسرائیل هست که از خودش دفاع بکنه. اگر خطری رو برای موجودیت خودش حس میکنه برابر موازین بین المللی، آقای رستمپور، من تخصصی در حقوق بین الملل ندارم، ولی به من تفهیم شده که اگر کشوری با خطری روبرو باشد حق دارد که تا دفع کامل اون خطر از خودش دفاع بکنه. حالا شما فکر میکنید این اتفاق میفته؟ بله، من فکر میکنم این اتفاق میفته. دلیلش هم این هستش که امروز دنیای آزاد به این اجماع رسیده که با یک بازیگر بسیار غیر منطقی، با یک بازیگری که امروز ببینید وقتی آقای خامنه‌ای تصمیم میگیرد که اون شرایطی که باش روبرو هست، اون چیه؟ شرایطی که باش روبرو هست بسیار ساده است. خامنه‌ای امروز به زانو در آمده، جمهوری اسلامی امروز به زانو در آمده. اون وقت این نهادی که امروز به زانو در آمده، ببینید چه عربده هایی میکشن، ببینید چه علمن مبارزی میخواند. خب این رفتار منطقی نیست. نشانه چیه؟ نشانه اینه که اهمیتی به مردم خودش نمیده. نشانه اینه که آنچه که براش مهمه اینه که حتی یک روز این حضور نحس خودش رو طولانی تر بکنه. اون وقت ببینید که حالا این نهاد جمهوری اسلامی چه گزینه‌ای به غیر از تسلیم بدون قید و شرط دارد که اون هم براش ممکن نیست، چون تسلیم قید و شرط یعنی مرگ 100%. هیچ فرقی نمیکنه. امروز جمهوری اسلامی در ایران محکوم به مرگه. حالا دو جور میتونه بمیره آقای رستمپور. یکی این که بیاد به عقل خودش مراجعه بکنه و بگه که من راهی ندارم، آسمانم در کنترل کشور دیگری است، ما آشفتگی در نیروهای داخلی داریم، اگه نداشتیم که یه عده از سران سپاه به این راحتی حذف نمی شدن. حتما همکاری آنهایی که باقی مانده‌اند کمک کرده به این جریان. نمونه ها بسیاره، اینا رو میبینه جمهوری اسلامی، ولی علی رغم این ضعف، علی رغم نقطه‌ای که درش هست، نمیاد به مردم بگه که ما 47 سالی که شما رو زجر دادیم، ناتوانی خودمون رو ثابت کردیم، ما این کارا نیستیم، ما نمیتوانیم مملکت اداره کنیم، بیاید یه جوری با هم کنار بیایم، شما ما رو تکه پاره نکنید و فرصتی بدید که ما قدرت رو به شما منتقل بکنیم و شما تصمیم بگیرید که چه میخواید. خب این احتمالش چقدر هست با این کسانی که من و شما امروز آقای رستمپور میبینیم و میشناسیم؟ احتمالش بسیار کمه. دارم اینا رو میگم که همینجوری فقط نگم چرا جنگ محتمل هستش. دلیلش این هاست، دلیلش بی‌رویه، بی‌منطق و در حال خودکشی در حقیقت جمهوری اسلامی هستش. جنگ رو ناگزیر میکنه. ببینید از خودتون بپرسید چرا بایستی اسرائیل وقتی که یک خطر موجودیتی از سوی این نهاد که بمب داره، موشک داره و میتونه ضربه بزنه، کمان که زده، حالا که بازوهای نیابتیشو قطع کردیم، حالا که آسمان مملکتشو ما در کنترل خودمون گرفتیم، حالا که این حریف به زانو در آمده، این حیوان زخمی، چون جمهوری اسلامی، نهاد جمهوری اسلامی رو نمیشود با استاندارد اسلام، با انسانی، معیار انسانی اندازه گیری کرد، فقط و فقط با معیار حیوانی. چرا؟ چون مملکتی که کسی که خودش رو رهبر اون مملکت مینامد فرمان میدهد که واکسن بیماری فراگیری رو که داره میکشه، شیر و پیر این مملکت رو داره میکشه و از بین میبره، ممنوع میکنه، ورود واکسن رو ممنوع میکنه، یعنی قاتل هزاران نفره. بعد هم دیدیم که با مخالفینش چطور رفتار میکنه، به خصوص اونایی که شناشون هم خوب هست. ولی در چنین شرایطی چرا بایستی اسرائیل این حیوان زخمی رو تنها بگذاره؟ نخواهد گذاشت، بدون شک. آقای کیان، من در گفتگوهای شما که در آرشیو نگاه می‌کردم، حتی گفتگوهایی برای 16-17 سال پیشه، مثلا با
صدای آمریکا انجام دادید. حتی همون موقع هم، حتی دوران خوشخوشان اصلاحات هم میگفتید این رژیم زبان گفتگو رو نمیفهمه، فقط میخواد زمان بخره، فریب کاری کنه، اهل تفاهم نیست و داره در واقع فریب میده غرب رو. و همون صحبت ها امروز به منصه اثبات رسیده که اینا زبون همدیگر هم نمیفهمن داخل سیستم و به همدیگه هم رحم نمیکنن، چه برسه که بخوان با جهان غرب و با دنیای متمدن، با همسایه هاشون بخوان به طریق صحیح و احترام متقابل بخوان صحبت کنن و به نتیجه مشخصی هم بخوان برسن. با این اوصاف، با توضیحاتی که دادید، آیا این جنگ که احتمال داره مجددا تکرار بشه یا این دخالت نظامی میتونه در روند سرنگونی رژیم، یعنی کمک خارجی به ملتی که دلشون میخواد و سالهای سال منتظرن که این رژیم اشغالگر دست از سرشون برداره، آیا این هدف هم میتونه در صورت تکرار جنگ، این هدف هم میتونه تحقق پیدا بکنه؟ ببینید آقای رستمپور، در اینجا در آمریکا یک مغازه بسیار بزرگی هست که این مغازه مسائل ساختمانی و ابزار ساختمان، شما هر کاری که بخواد بکنید، از لوله کشی تا بنایی تا سیم کشی، هر کاری که در منزل خودتون باستی انجام بدید رو لوازم و مسالش، ابزار و مسالش رو اونجا میفروشن. و یک شعار داره، یه تبلیغ داره این مغازه. تبلیغش اینه که میگه شما میتونی این کارو بکنید، منم میتونم کمکتون بکنم. منظورش اینه که من برای شما انجام نمیدم، شما برای خودتون انجام میدید، من ابزار و مصالحش رو در اختیار شما میگذارم. امروز وقتی به شرایط در ایران نگاه میکنیم چه میشنویم؟ هر کی اینا رو آورده خودش بیاد اینا رو ببره. اینا رو دولت‌های خارجی میخوان که نگه دارن، اگر اونها نمیخواستن که اینها بمانند، اینها نمیماندن. ببینید آقای رستمپور، اینا منطق نیست، منطقی وجود نداره در هیچ یک از این صحبت ها. امروز مردم بسیار شریف ایران که فداکاریشون رو نشون دادن، شجاعتشون رو نشون دادن، بدون شک آقای رستمپور داریم نزدیک میشیم به یک اتفاقی در تاریخ ایران که برای همیشه باقی خواهند ماند. قتل حکومتی یک بانوی کرد به اسم مهسا شینا امینی. داریم نزدیک میشیم، چند روز دیگه باز برمیگردیم به این اتفاق و این چیزی نیستش که از ذهن مردم خارج بشه. بنابراین من باورم اینه که جمهوری اسلامی به جایی رسیده که به نقطه بازگشت نخواهد رسید. دیگر کاری نمیتونه بکنه که به نقطه بالاتر و اهمتری برسه. در چنان سرازیری قرار گرفته که به سرعت به زباله‌دان تاریخ میره. و بعدم درست میگویید. ببینید این چرا میگفتیم 17-18 سال پیش که این سیستم توانایی ماندن ندارد و میگفتن آقای کیان شما هر روز میگین اینا رفتنی هستن ولی اینا هنوز هستند. ببینید 40 سال و 50 سال در تاریخ زمان زیادی نیست، ولی اون موقع هم میدیدیم که با دروغ سر کار اومدن، با گروگانگیری سر کار اومدن، با تهدید به آدم ربایی سر کار موندن. این ادعای ما نیست. یادتون هست این آقای رضایی میگفتش که ما کسر بودجه‌مون رو با گروگانگیری میتونیم حل کنیم. خاطرتون هست؟ بله، سربازای آمریکایی رو هر کدوم 1 میلیارد دلار ازشون درآمدزایی میکنیم و از این توهمات. ببینید یک همچین شخصیت هایی سعی کردن این مملکت رو اداره بکنن. خب اگه نشیدن با مردم و تسلیم نشن، ببینید وقتی راجع به تسلیم بدون قید و شرط من صحبت میکنم، در حقیقت جمهوری اسلامی رو موظف به تسلیم در برابر اراده مردم ایران. حالا میپرسن که آقای کیان شما میگید جنگ یه دولت خارجی حمله کرده، شما میگید جمهوری اسلامی تسلیم مردم ایران بشه. بله، چون اگر جمهوری اسلامی پایه مردمی داشت، اگر جمهوری اسلامی نشان میداد که مردم من پشت من هستند، هرگز
به این سادگی نمیتونست کشور خارجی به این سادگی بتواند در عرض کمتر از 2 هفته بتواند که چنین ضربه‌ای به نهاد جمهوری اسلامی بزند. بنابراین جمهوری اسلامی محکوم به فناست. تسلیم به مردم تنها راه بدون خونریزی است، بدون جنگ است. غیر از این جنگ ناگزیر است. آقای کیان، یکی از نگرانی های مردم اینه که این فروپاشی در واقع به شکلی باشه که از درون خود نظام جمهوری اسلامی یه گروهی سر بر بیارن به عنوان نوزایی از درون، پوتینیزم یا هر چی که اسمشو بذاریم، و اصلاحاتی رو هم ایجاد کنن و به نوعی بتونن به روش دیگه‌ای با حالا مصالحه، امضای 4 تا قرارداد، پذیرفتن توقف غنیسازی، پذیرفتن پایان هسته‌ای شدن، حتی بگن سفارت آمریکا هم تو ایران بازگشایی بشه و از دل همین حکومت اشغالگر یه گروهی بیان و بخوان در واقع هایجک کنن و این یه کابوسه برای مردم. آقای کیان، چقدر ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ ببینید، احتمال وقوع چنین اتفاقی بدون شک وجود داره، ولی برای اینکه ببینیم که چقدر منطقی هستش و اصولا این بحث ما رو به کجا میبره، بایستی به این برچسب ها نظیر پوست اندازی و امثال هم توجه بکنیم و نگاه بکنیم و ببینیم که چقدر به فرض اینکه چنین کاری انجام بشه، خب در نهایت اگر هراس داریم که نوع دیگری از جمهوری اسلامی قدرت رو به دست بگیره، باید بگیم چه نوع، کدوم نوع، چه کار میخواد بکنه که تا حالا نکرده. اون وقت اینهایی که معتقد هستن که ما اصلاح طلب هستیم کی هستند؟ مگر غیر از اینا همین کسانی هستن که 46 ساله که میگویند ما اصلاح طلب هستیم؟ چه موفقیتی داشتن؟ ما اونا رو اصلاح طلب نمیبینیم. ما اینا رو دو دوزه بازانی میبینیم که با دروغ و کلک و حقه بازی میخواهند معامله جدیدی را برای خودشان رقم بزنن، نه برای مردم. حالا من از شما میپرسم آقای رستمپور، شما فکر میکنید این مردم ایران، این جوانان این نسل 80% زیر 40 سال که سینه‌شون رو سپر میکنن در مقابل تیر بیرحمانه حکومت ظالم جمهوری اسلامی، زیر بار چنین چیزی خواهند رفت؟ فکر میکنید که 80% جامعه‌ای که امروز ناراضی است از همین کسایی که ادعای تغییر دارن، همین کسایی که میگویند که ما تغییرش خواهیم داد، خب چرا اذیت میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ شما 46 ساله که نشستید اونجا، هیچ قدرتی نداشتید، شما فقط تبادل قدرت کردید، شما فقط گفتید که یه خورده استخوانی هم به ما بدهید و ما راضی خواهیم بود. آقای رستمپور، یه کسی بر من نوشت که این آقای حسین مرعشی یه جمعی پرچم جمهوری اسلامی رو گذاشته بود اونجا و میگفت قرمزش مال روحانیونه که نفته، سبزش هم که مال سپاه، اون چوب پرچم هم برای سرکوب ملت هست. اینو کی گفت؟ حسین مرعشی. نقل قول هست از شخصی که در مجلسی حاضر بوده و این شخص همینو گفته. حالا این کیه؟ نگاه کنید بدین کیه. شخصیت یک زالوی اقتصادی است، خانواده رفسنجانی، که اگه تک تک جنایات اقتصادی اینها رو بخوایم بشمریم، مثنوی 70 من خواهد شد. ببینید در چنین شرایطی هست شما میپرسید که میشه پوست اندازی انجام بشه؟ یعنی میدونید من چی میشنوم از شما؟ من میشنوم که فکر میکنید که این اصلاح طلبان میتونن یه دور دیگه سر مردم ایران رو کلاه بگذارن؟ من فکر نمی کنم. مردم ایران بسیار باهوش هستند. یا در واقع سر غرب دوباره کلاه بذارن؟ خب ببینید، سر غرب کلاه گذاشتن در مقابل سر مردم ایران کلاه گذاشتن بایستی بیسته. آقای رستمپور، مردم ایران امروز حس میکنن که مسئولیت تغییر، اون اقدام نهایی به دوش آنهاست. نه اینکه من بیژن کیان آدم مهمی هم نیستم
بنشینم اینجا و برای اونها تعیین تکلیف بکنم. من چنین اجازه ای رو ندارم و به خودم هم چنین اجازه ای رو نمیدم. ولی اون مردم باشون صحبت میکنیم هر روز، مصمم هستند، امروز نشستند منتظر اون لحظه ای که این نهاد جنایتکار رو که به زانو در آمده کاملا به بند بکشن، کاملا به زیر بکشن و این توانایی رو دارند. فقط منتظر اون لحظه هستند. همه دنیای آزاد وسایل رو مثل همون مواضعی که وسایل و ابزار و مصالح رو تهیه خواهد کرد، ولی اقدام نهایی به عهده مردم ایران هست. این مردم ایران هستند که بایستی این سیستم رو عوض بکنن به آنچه که بایستی تغییر بکنه. خوشبختانه آقای رستمپور امروز ببینید هر حرکتی تا وقتی که همصدایی همزمان نداشته باشه حرکت فردیه، زود شکست میخوره. اگر من و شما بتوانیم همزمان صدای خودمون رو به گوش دنیا برسونیم موفقتر خواهیم بود تک تک. و این احتیاج به یک نظم داره در این حرکت به سوی صندوق انتخابات، به سوی اون رهایی و آزادی ایران و ایرانیان. این احتیاج به یک راهنمایی داره، وگرنه لشکر شکست خورده میشیم، هر کدوم از یه طرف حرکت میکنیم و این رو دشمن مردم ایران یعنی جمهوری اسلامی جشن میگیره. خب برای اینکه ما در کنار هم بایستیم، برای اینکه بتونیم همصدا باشیم، احتیاج به یک طلایه‌دار، پرچمدار، راهنما و کسی که بتونه رهبری کنه این ستون رو. نه اینکه تصمیم بگیره که ما به کجا بریم، نه، آنچه را که ما میخواهیم، یعنی هدفی را که مردم تعیین کردن، او ما را راهنمایی خواهد کرد. با پیروی از افکار او به آنجا خواهیم رسید و او کسی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی، محبوب ترین، معتمدترین شخصیت سیاسی در داخل و خارج از ایران. امروز این خبر خوبی است. هرچند میبینیم که سر صداها زیاده. هر وقت که دیدید که به یک شخصیت سیاسی حمله میشه یعنی که او موثره، تاثیرگذاره، صدای یکی رو در آورده. و امروز من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی صدای کل جمهوری اسلامی رو در آوردن و حقشون هم هست که بترسن از این پیوستگی تاریخی و از این ارتباط شخصی. من فکر میکنم که با تمام احترام به پدر ایران نوین رضا شاه کبیر، با تمام احترام به محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فرید ایران، بایستی قبول بکنیم که شخصیت شاهزاده رضا پهلوی شخصا اسباب این محبوبیت و اسباب این اعتماد هست. یعنی بله تا حدی این خاندان ایران رو از فلاکت و بدبختی در مدت بسیار کوتاهی نجات دادن، ولی نقش شاهزاده رضا پهلوی چرا مهمه؟ نگاه بکنید به رفتار ایشان. شما به برنامه 17-18 سال من اشاره کردید، نگاهی داشته باشید به 40 سال گذشته زندگی شاهزاده رضا پهلوی. مرتب فقط یک صحبت کردن و اون آزادی ایرانیان و آن حق حاکمیت ملی است. بسیار با ارزشه. تاریخ قضاوت خواهد کرد شخصیت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی رو. به نظر من این خبر بسیار بسیار خوبی است برای این جنبشی که به اون روز خواهد رسید. آقای رستمپور. جناب آقای کیان، پیرو فرمایشات شما به نظر میاد که دیگه دنیا متوجه شده که مردم ایران، اکثریت مردم ایران کلا که یه پوزیسیون واقعا بیشتر نداریم، بقیهش پوزیسیون های جعلی و ساختگی و غیر مردمیه و یک اپوزیسیون متحد و منسجم متکثر هستش، اونم به پیشاهنگی شاهزاده رضا پهلوی. دنیا اینو متوجه شده، اسرائیل داره به زبون میاره، رسانه های غربی متوجهش هستن و گزینه دیگه ای اصلا نداریم که بخوایم بهش فکر بکنیم. در این بین جمهوری اسلامی در سالیان گذشته به ویژه در دوران ریاست جمهوری اوباما افرادی رو به عنوان در واقع اپوزیسیون، اما این اپوزیسیون جعلی و ساختگی فرستاد در آمریکا تحت عنوان استاد دانشگاه، نمیدونم عضو اندیشکده، عضو مؤسسه،
و اینها حتی فاند هم میگیرن، غرامت هم گرفتن در مواردی. و در همین جنگ 12 روزه مشخص شد، البته برای همگان مشخص بود، ولی برای کسی اگر تردیدی داشت در این جنگ 12 روزه دیدن که این جمعیت صادراتی متشکل دست به دست هم دادن و پشت جمهوری اسلامی ایستادن. اینا اپوزیسیون نیستن، اینا رفت آمد دارن به داخل ایران، منافعی دارن در داخل ایران، میرن به راحتی میان و با رسانه‌های خارج از کشور هم صحبت میکنن، اصلاح طلبان صادراتی. و این برای مردم ایران همواره این سواله که چرا، به ویژه الان که در دولت پرزیدنت ترامپ میبینیم بسیاری از بزهکاران و غیر قانونی ها و غیره اینا رو دارن دستگیر میکنن، بیرون میکنن، چرا این اراذل صادراتی رژیم جمهوری اسلامی که سوهان به اعصاب ملت میکشن با حرفاشون و خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی هستن، چرا این اراذل و اوباش از آمریکا اخراج نمیشن؟ ببینید آقای رستمپور، اولا که در این مورد من شما رو دعوت میکنم و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما رو دعوت میکنم به یه مقایسه که همین کسایی که شما راجبش صحبت میکنید در چه محیطی رشد کردن، در زمامداری کدام رئیس جمهور در آمریکا تعدادشون افزایش پیدا کرد و چه اتفاقاتی در اون زمان افتاد. شما وقتی شخصیتی رو به اسم آقای رابرت مالی با گذشته‌اش و با کارهایی که انجام داده در نظر میگیرید، ارتباط ایشان رو با شخصیتی به اسم آقای علی واعظ که در همون مؤسسه‌ای که آقای رابرت مالی، مؤسسه خصوصی، کار میکردن مشغول بودن و این ارتباط تنگاتنگ و شکلگیری سیاست ها رو در اون زمان نگاه میکنید، بعد مقایسه میکنید با زمانی که من یادمه که یه روزی در یه برنامه تلویزیونی وقتی آقای پرزیدنت ترامپ کل همه فاندها رو برای همه همین کسانی که شما نام بردید قطع کرد، مقایسه رو انجام بدید و ببینید که نه، همیشه در همه دولت ها یکسان نبوده رفتار آقای ترامپ و دولت او. ببینید امروز قصد من این نیست که از سیاست های آقای ترامپ دفاع بکنم یا در مقام یک فرد فعال حزب جمهوری خواه آمریکا اینجا ظاهر بشم، ولی این مقایسه ضروریه. نگاه کنید ببینید چه نیروهایی که در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی با استفاده از منابع مالی دولتی آمریکا کار کردن، در کدوم زمان رشد کردن و در کدوم زمان رشدشون متوقف شد. یه روز توی برنامه تلویزیونی بودیم، یکی از این محققین، من حالا به جنسیتشون هم توجه اشاره نمی کنم، گفتن که خب این دولت اینا رو قطع میکنه، فکر نمیکنه که بالاخره این نون این کسانی که این کار رو تحقیق میکنن و اینا نون اینا آجر میشه و درآمدشون متوقف میشه. خیلی برای من جالب بود آقای رستمپور که این یک اعتراف بود از طرف کسی که ادعا میکنه که ما این کار رو برای خیر خدا و مردم انجام میدیم و بعد نگران قطع درآمد خودشه. یه تضاد خیلی بود. ولی اینو ببینید من بیشتر اگه دقت بکنیم ببینیم که نه، اقداماتی انجام شده. منتها ببینید آقای رستمپور، یکی به من میگفتش که این آقازاده ها رو چرا نمیگیرن، چرا اینها رو سفرشون رو محدود نمیکنن. خب ببینید اینجا دلایل حقوقی و قانونی برای این کار وجود داره و وقتی پیدا میکنن 100% این کار رو انجام میدن. بنابراین سعی نکنیم که به خودمون بقبولانیم که چون آمریکا آقازاده ها رو اخراج نمی کند به سرعتی که ما میخواهیم، یا اینکه اینهایی که استادان دانشگاهی که در ضمن کوچولو در کار فرستادن قطعات الکترونیک و شکستن موازین اقتصادی و تحریم ها و اینا هستن، چرا اینا رو اینجا نگه میداره؟ یه وقت این باعث نشه که ما بگیم که ببینید اگه اینا نبود آمریکا میخواد که این جمهوری اسلامی بماند، چون ببینید چی کار میکنه. نه، این به نظر شما آقای کیان، آیا ضمن تایید فرمایشات شما از جنبه حقوقی و قانونی، آیا متقابلا ما تونستیم سازوکاری رو از دریچه همون قوانین ایالات متحده بتونیم ایجاد کنیم
که اینا رو بتونیم معرفی کنیم به دولت آمریکا، شناسایی بشن، مشخص بشن و تحت کنترل باشن و در مواردی حتی از خاک آمریکا اخراج بشن. آیا این کار رو انجام دادیم؟ ببینید، قوانینی که در آمریکا وجود داره به خصوص بعد از 11 سپتامبر سال 2001 که به طور کلی محیط عوض شد، یعنی قوانینی در اینجا وضع شد که برابر این قوانین حد دخالت و نفوذ دولت در حفظ امنیت بسیار بالا رفت. یعنی دست دولت باز شد که آنچه را که لازم داره در حفظ امنیت انجام بده. من میتونم این اطمینان رو بدم که سیستم های امنیتی آمریکا تمام تلاش خودش رو میکنه، چون شکست بزرگی بود در 11 سپتامبر. سیستم های امنیتی آمریکا شکست بزرگی خورد و این چیز سختیه برای من که این رو اعتراف کنم و بهش بگم، ولی حقیقته. ببینید، نقش سازمان های امنیتی همون نقش قناری است در معدن. آقای رستمپور، میدونید معدنچی‌ها با خودشون یه قناری میبرن تو معدن. چرا؟ چون وقتی که اکسیژن میزانش در معدن میفته، چون قناری بسیار حساسه، کوچکترین مقدار اکسیژن کاهشش باعث میشه که این قناری بمیره و قربانی بشه. یعنی رول سازمان های امنیتی اینه که مثل قناری در معدن عمل بکنن. یعنی قبل از اینکه یک اتفاقی بیفته در حقیقت بتوانن در سمت چپ اون اتفاق قرار بگیرن از لحاظ زمانی، نه اینی که خبرنگار باشن و در سمت راست اون اتفاق قرار بگیرن. اینه که همه این مسائل در قانون آمریکا تعبیه شده و رعایت میشه. ولی آیا کافیه؟ نه، کافی نیست و بایستی بیشتر باشه و بایستی توجه بیشتری بشه. و همینطور که میبینید در همین زمینه مرتب اقداماتی انجام میشه در ارتباط با معرفی اشخاص و اینکه آنها به چه دلیلی بایستی بهشون توجه بشه. کمی پیچیده تر میشه. ببینید، تصور شاید عده‌ای این باشه که خب من میشناسم این آقا رو، از ایران اومده، این مأمور جمهوری اسلامیه، این اومده اینجا که پولشویی بکنه، خب اینو باید معرفی کنم به یه جایی. ولی همه این ادعاها بایستی سند داشته باشه و وقتی مستند باشه، بله، راههایی هست و خیلی هم مشکل نیست راه بکنید. یکی از بارزترین نمونه ها که خیلی جالبه، ژیلا صادقی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه زنده داره و جلوی دوربین مکبر آمریکا میگه، جلوی دوربین تروریست ها رو تمجید میکنه ازشون، چه فلسطینی، چه جمهوری اسلامی، چه لبنانی، و حتی آرزوی مرگ کرد برای پرزیدنت ترامپ مقابل دوربین. اما دوباره 3 ماه بعد از آمریکا، بله دوستان من اومدم اینجا، لایو میذاره، زنده میره میاد. و ایناست که گاهی اوقات افکار عمومی رو ناامید میکنه و ناراحت میکنه که چطور ممکنه که خب این انقدر راحت میاد تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی این حرفا رو میزنه، سفر آمریکاش هم میره و جمهوری اسلامی هم دوست داره اینو که در واقع نشون میده که بله من نیروهام و مهرهام آزادانه دارن تردد میکنن، میرن و میان. ببینید، شما شخصی رو نام میبرید که من باهاش آشنایی ندارم، ولی مواردی رو عنوان میکنید که بسیار مهمه. ولی میخوام برای شما اینو بگم، آزادی در آمریکا، قوانین در آمریکا، با اینکه من تخصصی ندارم، بایستی نقض بشه تا دلیل توجه حقوقی و جزایی به یک شخصی ایجاد بشه. این یک شخصی برای اینکه مثلا فرض کنیم که پدرش یک جنایتکاره، دولت آمریکا محدودیتی براش در نظر نمیگیره. شخصی شغلی داره و آزادی بیان هر چی دلش میخواد میگه، به این دلیل نیست. ولی اگر یک شخصی از جمهوری اسلامی بیاید در شهر نیویورک در حال عکس برداری از پلهای نیویورک دستگیر بشه، بدون شک یک قانونی رو نقض کرده. بایستی توضیح بده که دلیل این عکس برداری چیست. این یه مسئله فرضی نیست، این اتفاق افتاده آقای رستمپور در نیویورک. عیناً این اتفاق افتاده. اون 2 نفر 2 نماینده جمهوری اسلامی در دفتر
سازمان ملل متحد بودن. خب از اونجا مشخص میشه که بله چرا 70 نفر در نمایندگی مثلا بایستی مشغول کار باشن؟ اینا چی کار دارن میکنن؟ اینا مشغول چه کاری هستن؟ خب یه عدهشون مشغول همین عکسبرداری و جمع‌آوری اطلاعات و بقیه چیزها هستن، یه عدهشون هم که با سپاه قدس ارتباط دارن که ببینن که کجا یه قاچاقچی رو استخدام بکنن که یک مخالف جمهوری اسلامی رو ترور بکنه و خلاصه از این قبیل. و اون شبکه‌ای رو که شما ازش نام بردید اون رو هم بتونن حمایت بکنن و حمایت مالی، حمایت لوجستیکی و همه اینا وجود داره آقای رستمپور. و اینی که راه رویارویش واژه هست، متاسفانه در یک مملکت دموکراسی به سند و مدرک و نقض قانون احتیاج هست برای اینکه یک نفر رو ترددشو محدود بکنن یا سفر کردن به آمریکا رو براش محدود بکنن. مشکل جدی و واقعی است. بله خیلی ها در آمریکا هستن که هر کسی تعجب میکنه که مگه دولت جمهوری اسلامی امروز با دولت ایالات متحده در تخاصم نیست و چرا انقدر راحت میتونه جنگ روانی تبلیغاتیش رو از اینجا ادامه بده؟ این منطقش کجاست؟ منطقش در قانون آمریکاست، چون دموکراسیه، چون قانون حکم میکنه، نه عقیده شخصی قاضی یا یک شخصی در یک رأس یک اداره دولتی. یا متوجهم. بله واقعا بخش غم انگیزش اینجاست که جمعیتی که دموکراسی رو برای ما از ما گرفتن با انقلابشون و الان هم در ایران دارن چپاول میکنن، غارت میکنن، هیچ آزادی و دموکراسی برای ما وجود نداره، خودشون علاوه بر این که سرکوب کردن، کشتن، غارت کردن، آوارمون کردن در نقاط مختلف دنیا، از مواهب آزادی و دموکراسی در غرب هم استفاده میکنن. اما پرسش بعدیم درباره این تحلیل این عروسی در حال اتمامه، به عزا تبدیل خواهد شد. شما تأسف نخورید، غمگین نباشید، شاد باشید، چون جنازه متعفن نهاد جمهوری اسلامی در کنار گور بازی قرار گرفته که با لگد جوانان بسیار شجاع ایران به قعر این گور پرتاب خواهد شد. بدون شک خوشحال باشید. پیشبینی شما نیرو میگیریم و حتما این اتفاق میفته. حتما پیشگویی نیست، غیبگویی نیست. ببینید من فکر میکنم شما قانون فیزیک رو بایستی بهش توجه بکنید. ببینید وقتی که یه چیزی داره میفته و وزنش سنگینه و با سرعت داره میره پایین، شما باید یه دلیلی پیدا کنی که بگی که این متوقف خواهد شد. با چی؟ نهاد جمهوری اسلامی با سرعت در یک سرازیری به سوی قعر زبالدان تاریخ پیش میره. چجوری میخوای متوقفش کنی؟ با چی؟ بنابراین مردم پیروز خواهند شد. این رویا فروشی نیست، این خوانش دقیق واقعیات است. آقای رستمپور چه عالی، چه عالی. اصلا خستگیم در رفت. آقای کیان، جمعی از این اصلاح طلبان برون مرزی، لژیونرهای جواد ظریف در واقع، اینا به عنوان تحلیلگر در این سالها، خب مردم پای صحبت اینا نشستن، بالاخره چند تاشون تو BBC حرف زدن، یه عده‌شون رادیو فردا صحبت کردن، تو رسانه‌های مختلف اینا بودن و به عنوان تحلیلگر خب این صداها رفت توی گوش و روان و اعصاب مردم و گاهی هم میپذیرن، گاهی بسیاری از مخاطبین حرفای اینا رو قبول میکنن و در جنگ 12 روزه مشخص شد که نه، این حرفا هم نبود، این خبرها نبود. جمهوری اسلامی اصلا اون ادعایی که میکرد، اون حرفی که میزد، اینا هم میگفتن بله اگه غرب نمیخواد وارد جنگ بشه، اصلا بخواد وارد جنگ طولانی با ما جنگیدنی از جمهوری اسلامی ندیدیم، فقط خوردن از زمین، از آسمون و از داخل ایران و از به هر طریقی، اینا حتی یه هلیکوپتر نتونستن بلند کنن، اینا خوردن و تنبیه شدن و مردم فهمیدن که نه این که فقط اینا حرفی برای گفتن نداشتن، خب اون تحلیلگرا هم دروغ میگفتن، اونا هم داشتن فقط برای این رژیم در واقع، حالا اون اصطلاح رو نباید به کار ببرم، نمیدونم یه چیزی که جلوی دوربین بشه گفت، برای این رژیم فقط داشتن خونشویی میکردن. مردم متوجه منظور شما میشوند.
احتیاجی به ابراز کلمات نیست. ولی آقای رستمپور، یادتونه که تشت آنها هم از بام افتاد. یادتون هست که راجع به این نوچه های آقای ظریف صحبت کردید. ببینید یک بیشرمی خاصی اتفاق افتاد در یکی دو دولت ایالات متحده آمریکا و اون بیشرمی در این بود که در روز روشن مقامات دولت ایالات متحده در کنار جمهوری اسلامی ایستادند. یعنی این یه حقیقته. یادتون اون روزی که مردم ایران در خیابان‌ها میپرسیدن اوباما یا با اونا یا با ما. یا با اونا یا با ما. و به انگلیسی هم میگفتن اینو آقای رستمپور. بله. به انگلیسی هم میگفتن. چرا به انگلیسی میگفتن؟ چون میخواستن که اینها بشنون این صدای مردم ایران رو و متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی خوشبختانه من فکر کنم تا حد بسیار زیادی اون بدآموزی توسط اون گروه‌های لابی که تشتشون افتاد، دیدید که گفتن که یک شخصیتی از وزارت دفاع آمریکا از آقای ظریف میپرسید که ما رو دعوت کردن به اسرائیل، بریم یا نریم؟ بله علی واعظ نامه نوشته بود. بله بحث شد و این گروهی که قرار بود که میگم پر رو روز روشن هدف خودشون رو این گذاشتن که ما تاثیرگذار باشیم روی سیاست گذاری ایالات متحده و روی جمهوری اسلامی. واقعا یه اتفاق کاملا متمایزی که در دولت پرزیدنت ترامپ نسبت به دولت جو بایدن، خیلی این تفاوت خیلی بزرگیه. ما تو اون مذاکراتی که در دولت قبلی میدیدیم، آریان طباطبایی بود، علی واعظ بود، نایاکیا بودن، اون تریتا پارسی بود، یه گوشه داروش سجادی برای خودش ایستاده بود و این عملجات نظام جمهوری اسلامی بخشی از این مذاکرات بودن متاسفانه و تاثیر میذاشتن. اما در یعنی دولت ترامپ دوم یکایک که اینا رو قیچی کرد. ما اینا رو دیگه تو قاب دوربین نمیبینیم خوشبختانه. به عنوان تحلیلگر میان این ور اون ور، به هر حال همون دروغ‌های همیشگیشون رو ارائه میکنن، ولی خوشبختانه دیگه جایی در دل دولت مستقر آمریکا ندارن. 8 دانه از بام افتاده آقای رستمپور و مردم بسیار باهوشتر از این هستن. بعدم عصر اطلاعات هستیم دیگه. این نیستش که ما مطلبی رو در یک صندوقی بگذاریم و کسی نداند و کسی خبردار نشد. امروز همه میدانن که این طرح جامعه اقدام مشترک در یک مؤسسه خصوصی به اسم International Crisis Group نوشته شد و اونها مشاور وزارت خارجه بودن. وقتی به مشکل برمیخوره یک شخصی از همونجا، عکسش هست، نمیدونم اینها ثابت کردنش با دیگران، ولی عکس هایی دیدیم اونجا که مثلا شخصی در کنار آقای رفسنجانی ایستاده و معرفی میشه به عنوان مشاور او. واقعیت داره اون عکس. بله علی واعظ هستش کنار رفسنجانی. دو طرف دارن با هم دیگه مذاکره میکنن. چطور میشه که هم مشاور این طرف بود و هم مشاور اون طرف بود؟ این اصلا یه وکیل هم نمیتونه این کار بکنه. و جالب آقای کیان، ایشون رو به عنوان وقتی میارنش تو رسانه‌ها میگن مدیر گروه ایران در اتاق بحران. بابا بحران خود تویی، بحران وجود توی، اونی که داره تو رو تامین میکنه. ما چطوری از شما رها بشیم؟ واقعا خیلی عجیبه. نهادهایی که به هر دلیل حالا راجع به دلایلش هم میتونیم صحبت بکنیم، نهادهایی که به هر دلیلی میان و دخالت میکنن و عقیده خودشون رو میخوان پیاده کنن، مثل بنیاد سوروس و امثال هم، یه نکته پنهان درش وجود داره و اون اینه که من الان اینو باز میکنم برای شما و بینندگان بسیار محترم. معمولا یک اسم، مثلا میگن این آقای جورج سوروس آدم پلیدیه، ولی خب اگر آدم پلیدی هم باشه، آدمهای پلید دیگری هستند که وقتی میخواهند شرایط رو در یک جای دنیا تغییر بدن، پولاشون رو میارن میدن به این بنیاد. این بنیاد هم یه بنیاد قانونیه، ماهیت مالیاتی هم داره، یعنی منفعت داره برای مردم پول دادن به این بنیاد. اما وقت این بنیاد این پولها رو میده بیرون، اون وقت یک نفر اسمش فقط
اعلام میشه، اسم بنیاد. بایستی برید نگاه کنید و ببینید چه کسانی به اون بنیاد پول میدن و کمک میکنن. این رو بایستی ببینید. ما خیلی خیلی در عصر اطلاعات این قدرت رو داریم که قبلا نداشتیم. آقای حسن‌پور، شما میدونید که وقتی دنبال یه چیزی میگردید به عنوان یه ژورنالیست، امروز امکان پیدا کردنش برای شما بسیار ساده تر، بسیار کم هزینه تره. برید دنبالش همینطور. نگاه. هر کدوم از این سازمان ها موردی رو دنبال میکنن که میبینید که این با منطق نمیخونه، این به ضرر مردمه، اصلا این به ضرر امنیت ملی آمریکاست. چرا این کار میکنید؟ نگاه کنید ببینید پولش از کجا داره میاد، ببینید اربابان آنها کیا هستند. و این کار بسیار ساده است، این روزا کاملا قابل اجراست. همینطوره. این دسته از تحلیلگران یه گروهی هم در داخل کشور هستن که گاهی اوقات میان تو صدا و سیما یا پلتفرم هایی که از دل سپاه و وزارت اطلاعات تامین میشن، استودیوهای بسیار شیکی دارن با اینا میگید چندین دوربین. آی رستمپور، بله بله پاپ اطمینان. بله ببینید دقیقاً. اینها احساس میکنن که مثل کپکی که سرش رو زیر برف میکنه مردم نمیبینن. اولا که ببینید خوش بینانه ترین ارزیابی نسبت به اونها که در داخل ایران صحبت میکنن، یه روزی یک قانونگذار آمریکایی به من یه چیزی گفت که خیلی جالب بود. به من گفتش که اینی که میگن در ایران کسی حق صحبت نداره، این درست نیست. مردم حق دارن هر چی دلشون میخواد بگن. البته دولت هم حق داره که هر کاری دلش میخواد با اونها بکنه. آزادی در اینکه شما چیزی بگید هست، ولی آزادی مشروطه. ببینید اینها فکر میکنن که با این دو روزه بازی کردن و وسط بازی و با اینی که بگویند که اشکال در این سیستم زیاد هست ولی قابل تصحیحه، مردم اینو باور میکنن. مردم باور نمیکنن. ببینید اونها خودشون رو راضی میکنن. این سوپاپ های اطمینان یا صادق هستن با خودشون، چون ما نیت خانی که نمیتونیم بکنیم آقای رستمپور، ما نمیدونیم کی نیتش چیه، ما فقط میتونیم گوش کنیم به حرفاشون. وقتی تضاد میبینیم، وقتی در یک نفس میگویند که شما هیچ کارتون هیچ وقت درست نبوده. یکی از همین آقایون محترم در برنامه‌ای فرمودند میدانید چرا دنیا با شما بده؟ چون شما همش اذیت کردید دنیا رو، هیچ کارتون درست نبوده. خب همین. بعد همین شخص در جای دیگری میگوید که اگر روزی موجودیت نهاد جمهوری اسلامی در خطر باشد، من اسلحه به دست میگیرم و از این سیستم دفاع میکنم. صادق زیبا کلام. به هر حال من نمیخواستم که حالا برای من همین سواله آقای کیان. صادق زیبا کلام میاد میگه که باعث من میشه که اگر موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفته، حتی نمیگه که مثلا در برابر یک دشمن مثلا بدتر از جمهوری اسلامی، میگه به هر طریقی جمهوری اسلامی اگه قرار باشه بره، من سلاح دستم میگیرم و میجنگم برای حفظش. از یه جای دیگه میبینیم که همین زیبا کلام مثلا میاد تو صدا و سیما بهش اجازه میدن با هماهنگی طبیعتاً که در مورد رضا شاه 15 دقیقه مثلا با تعریف و تمجید صحبت کنه. خب این همون آدمه، چطور ممکنه؟ خب اولا که براتون بگم که آقای زیبا کلام صحبت‌هایی که در مورد رضا شاه کبیر میکردن از خودشون در نیاوردن، درست بوده. بنابراین این که دولت ببینید حساب داره برای اونا. اگر دولت جمهوری اسلامی اجازه میدهد که کسی حقایق را بگوید برای کسب اعتبار، ببینید شما وقتی میخواید که یه سوپاپ اطمینان رو برای خودتون آماده بکنید، باید براش اعتبار ایجاد کنید. اول واسه یک مقام اجتماعی بهش بدید، یه مقام علمی بهش بدید، بعد باستی در صحبتاش از شما انتقاد بکنه که شما بتوانید بگویید که ببینید از من داره انتقاد میکنه، این آزادی صحبت داره، ولی کنترل شده. اونجایی که پای موجودیت جمهوری اسلامی پیش میاد، باستی بگه که من اسلحه به دست میگیرم و ازش دفاع میکنم. امروز خیلی فرم عوض شده. میبینیم کسانی هستن که بسیار پیچیده تر صحبت میکنن، دیگه اونقدر ساده نیست آقای
پور، شما به اشخاصی اشاره کردید که خب خیلی روشنه صحبتشون تضاد در آنچه که میگویند، ولی سطح مهارت رو بالا بردن در این زمینه. ولی آقای رستمپور سطح مهارت رو بالا ببرن، دروغ‌های جدیدی اختراع بکنن، انواع بازی‌های روانی و حواس‌پرتی برای مردم جور بکنن، باز هم مغلوب این مردم خواهند بود، چون ثابت کردن مردم که از حکومتشان باهوشتر هستند، به مراتب باهوشتر هستند. شجاعتی رو که مردم، یه روزی بود مردم از جمهوری اسلامی میترسیدن، آقای رستمپور امروز جمهوری اسلامی از مردم میترسد. ببینید این ادعای من نیست. آقای خامنه ای کجاست؟ در کدام دهلیز، در کنار کدام موجودات خزنده در حال حاضر کجاست؟ از کدام سوراخ او را بیرون خواهند کشید؟ لوله فاضلاب مثل قذافی یا چاه نظیر صدام؟ میبینن، این روزا رو میبینن خودشون. اینه که دیگه مهم نیست، دیگه فرق نمیکنه که چطور سوپاپ اطمینان طراحی بکنن. همه دیدن که اون لغت پایان رو بر صفحه ننگین زندگی جمهوری اسلامی دیدن، خودشون هم دیدن. و تشخیصش هم برای مخاطب نمیتونه سخت باشه. کسی که تو تریبون های جمهوری اسلامی مدام داره حرف میزنه، این بی‌معنی و منطق نیست از جانب حاکمیت. افرادی مثل زیبا کلام، یکی دیگه الان جدیدن باز از دل سیستم اومده و اسمش مطهرنیاست و در خلال صحبتاش طرفدارانی رو هم حالا گرده هم آورده. جان کلامش اینه که مردم هیچ کاری نکنید، قرار تغییر تحول اتفاق بیفته. یعنی مردم رو به بیعملی دعوت میکنه. هر دوز و کلکی که بلدن با این تحلیلگران ناگهانی ارائه میکنن. در این بین های کیان از هنرمندان میخوام صحبت کنم. تعدادی از اونها هستن که آشکارا در برابر حکومت موضع گرفتن و توی خط جمهوری اسلامی نیستن، قرار ندارن. عده‌ای هم هستن که به صورت علنی حامی نظام جمهوری اسلامی هستن، براشون آهنگ میخونن، براشون کلیپ میسازن، براشون سریال درست میکنن. مؤسسه اوج سپاه پاسداران هم جیب ملت ایران میلیارد برای اینا داره هزینه میکنه. اما تکلیف این دو گروه مشخص و معلومه. اما یه گروهی هم هستن که هیچ کاری نمیکنن، در واقع وسط باز هستن و منتظرن ببینن حالا چه اتفاقی میفته. اینوری میشه به قول خودشون، اون طرفیه چطوریه. درباره این وسط بازها چه صحبتی دارید؟ ببینید تاریخ در مورد اونها قضاوت خواهد کرد از دو زاویه. یک زاویهش خیلی زاویه بی احساسیه، یعنی مهم نیست شما تصمیم میگیرید در زندگی چه تفکری داشته باشید و چگونه بیاندیشید. تاریخ و جامعه شما رو قضاوت خواهد کرد. به شما نگاه میکنن و از شما میپرسن که در طول زندگی خودتون آیا شما با خودتون راست بودید؟ آیا شما واقعا آنچه را که گفتید بهش اعتقاد داشتید؟ آیا عقیده خودتان را دنبال کردید؟ یعنی خلاصه آقای رستمپور، سوال اینه که شما به خودتون هم دروغ گفتید یا نه؟ و حالا سوال اینجاست که این بخش از جامعه که باور داره که من میتوانم یک روز به مصلحت آنچه که به منفعت من هست کمک بکنم به نیرویی که سرکوبگر مردم ایران رو به اسارت گرفته و من میتونم این کار رو. خب تاریخ قضاوت خواهد کرد. تاریخ میگه که آقای پزشک، آقای هنرمند، آقای تاجر، شما در زمانی که مردم ایران تحت ظلم و سرکوب نهاد جمهوری اسلامی قرار گرفتند، شما تصمیم گرفتید که با تکی استخوانی که به جلوی شما پرت میشه شرافت و کرامت انسانی خودتون رو زیر پا بگذارید و مداح بشید. مداحی نیستش که مثل اون آقایی که وسط اتوبان رفته کشید یا مثل اون آقایی که با آهنگای مرحوم هایده مداحی میکند. نه، این مداحی فقط نیست. مداحی هم هستش که در حالی که داریم به روزهایی که خاطره مهسا ژینا امینی رو گرامی می‌دارد نزدیک میشیم،
به این بانوی شجاع ایرانی که نامش جاودانه شد یک خواننده بیاید و بگوید که نه بیاین من میخوام سرتون رو گرم کنم، من میخوام براتون یک کنسرت بذارم، مجانی هم میذارم، تشریف بیارید اونجا، بله دور هم باشید، اصلا چرا به مسائل دیگه فکر بکنید، الان یک کمی از این درد و رنج خودتون من با موسیقی برای شما میکنم. آخه یک کسی باستی بگه که ببینید شما شرف، حیثیت، انسانیت واقعا دارید؟ مثلا میشناسید؟ چنین ارزشهایی رو باشون آشنایی دارید؟ چرا شما به چه امیدی شما دل بستید به این جمهوری اسلامی که چه بکند برای شما؟ یعنی شما انقدر درایت ندارید که بدانید که لب چه پرتگاهی ایستادید و وقت شما این پرتگاه رو در آغوش میگیرید. این با عقل، با منطق میخونه. ببینید این یک زاویه است و یک زاویه دیگهش که اصلا خیلی مشخصه دیگه. شما تصمیم گرفتید که شرف و کرامتتون رو بفروشید، خیلی راحت بفروشید. شما با گرفتن امتیاز، با باقی ماندن و مقایسه بکنید، همیشه مقایسه بکنید ببینید که کسی که مدح جمهوری اسلامی را میگوید، کسی که مخالف جمهوری اسلامی را تخطئه می کند، به او حمله می کند، او را تخریب می کند، تهدید می کند، آیا منفعتی هم در این کار دارد یا اینکه نه صرفا به دلیل عقیدش این کار میکنه؟ اگه به دلیل عقیدش میکنه بسیار محترمه. ممکنه آقای مهدی رستمپور بگوین که این بیژن کیان رو من قبولش ندارم، افکارش مردوده، مطروده و او آنچه را که میگوید منطقی نیست. به حق شماست که رو بگید بدون شک. ولی اگر فکر دیگری داشته باشید و این رو به خاطر این بگید که دولت جمهوری اسلامی به شما پاداشی بدهد، با شرافت و کرامت و انسانیت رو فروختید، قیمتش هم خودتون تعیین کردید. این من فکر میکنم که تصویر بسیار واقعی است از اون چیزی که وجود داره. گفتید وسط بازی آخر و عاقبت نداره. در سیاست مثل ورزش که شما استادش هستید بایستی یونیفرم بپوشید و تکلیف خودتون رو روشن کنید. ببینید شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید، بگویید من از این سیستم به دلایل زیر میام من طرفداری میکنم، ولی فکر نکنید که شما میتوانید دروغ بگویید مردم هم همیشه شما رو باور کنند. شما نمیتوانید تظاهر کنید، شما نمیتوانید اون یونیفرم رو بپوشید ولی برخلاف تیم خودتون گل به خودی بزنید. من یه جا نوشتم گل خودی آقای رستمپور، برای تصحیح کردن گفتن آقا گل خودی نیست، گل به خودیه. گفتیم والا ما راحت‌تر برامون بگیم گل خودی. خلاصه گل خودی زدن هم، گل به خودی زدن هم در چنین شرایطی بایستی بهش توجه بشه. وسط بازی یه چیزیه ولی گل به خودی زدن یه چیز دیگه است. حالا شاید در یک برنامه دیگه آتش افروزی های پنهان و گل های به خودی زدن رو راجبش صحبت بکنیم. مثلا همین موجی که شروع شده که انتقاد از دفترچه برنامه‌ریزی اضطراری، من اصلا نمیفهمم این حمله ها بابت چیست؟ قدم اولی است، کاری شروع شده، یک فرایند بهتر خواهد شد، درست خواهد شد. به جای حمایت از دفتر شاهزاده رضا پهلوی و به جای پشتیبانی از این حرکت، خب هیچ حرکتی اولش کامل نیست. آقای رستمپور شما این خانه که میسازید اگه اون اول کار برید اونجا یه گودال میبینید اونجا، یه گودال خیلی بیریختی که توش گل و خاک و ممکنه یکی دو تا سنگ وجود داشته باشه، میگه این خونه است. نه این اولشه، این قدم اولشه، این ضروری هم هست که این شکلی باشه، بعد درست میشه. که باستی به این مسائل توجه بشه و چطور عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه ممکنه که آب به آسیاب جمهوری اسلامی بریزند و این حرکت سقوط مرگ جمهوری اسلامی رو در حقیقت کند بکنن. این گناهی است بسیار نابخشودنی در قبال مردمی که واقعا جانشان از ظلم و بیکفایتی و فساد به لبشان رسیده.
بله واقعا من از سمت خودم میگم این انتقاد به چهره‌هایی مثل آقای طاهری، آقای تقی‌زاده وارده که شما اشتباه بزرگی مرتکب شدید. مردم آب و برق ندارن، 2 نوبت 2 ساعت 4 ساعت برق میره، آب قطع میشه، گرانی کمرشکن، هزینه های سرسام آور، وضعیت بسیار بد از هر لحاظ، هوای بد، اقتصاد فاجعه آمیز، عدم امنیت. در چنین شرایطی شما در پناه امن غرب نشستید. واقعا ایرادهای بسیار عجیب و غریبی که اینا هر کدوم میتونه به مثابه یه ترمز باشه در حرکتی که شکل گرفته، حرکت جمعی، این اتحادی که وجود داره برای سرنگونی جمهوری اسلامی. واقعا بی‌معناست. هر چقدر که تجربه داشته باشید، سوابق درخشان و مشعشع داشته باشید، واقعا پذیرفتنی نیست این اشتباه و تاکید بر اصرار بر این که نه ما درست میگیم و همون روند رو میخواین ادامه بدین. واقعا تأسف آور و تعجب آور بود برای من و بسیاری از مردم که اصلا خیلی هم که نخونده بودن دفترچه رو. گفتم اون تو چی نوشته که اینا اینجوری با در واقع قدلم کردن، انگار مقابل شاهزاده ایستادن که خب از منظر منم همین بود. یعنی وقتی یک جریانی رو پذیرفتید که یک رأسی داره دوران گذار، یعنی چی؟ خب پشت سر اون کسی که قبول دارید باید حرکت کنید دیگه، نه اینکه چوبلای چرخ بذارید. این واقعا پیرو صحبت شما واقعا تأسف آور بود. برای همه کسانی که شما نام بردید من احترام ویژه قائل هستم. با بعضی از عقایدشون کاملا مخالفم و هیچ نوع تردیدی در اینکه این مخالفت رو با صراحت ابراز بکنم ندارم. ولی معتقدم که هر کسی بایستی آن چیزی رو که عقیده داره بهش بتونه به آزادانه مطرح بکنه و مقابل مردم بیسته. ببینید این رقابت بیهوده‌ای که امروز در حذف رقیب وجود داره بیهوده است. برای که خب چه اتفاقی میفته؟ شما میخواد رقیبتون حذف بکنید. امروز طرفدار پادشاهی میگوید جمهوری خواه نبایستی وجود داشته باشد. امروز جمهوری خواه میگوید پادشاهی نباید وجود داشته باشد. خب این که به جایی نمیرسه. شما میخوای رقیبت حذف کنی، رقیبت هم میخواد شما رو حذف کنه، به هیچ جا نمیرسی. صبر کنید. اول جمهوری اسلامی رو به جایی برسونید که یک تغییر قابل وقوع باشه و بعد اونجا در یک انتخابات آزاد تعیین بکنید که چه میخواهید. نترسید از اینی که از این شیشه قولی بیرون بیاید که شما نه اعتماد داشته باشید به خرد جمعی، به مردم ایران، به قدرت مردم، به حاکمیت ملی. این ترس ها نگذارید که اصول رو تخطی بکنه ازش و ما رو به بیراهه بکشاند. اینه که براشون احترام قائلم، همه بسی حرفاشونو بزنن ولی انتظار نداشته باشن که حرف آخر رو اونها بزنن. حرف آخر رو مردم خواهند زد. الان هم که مردمی وجود ندارن. یعنی شما مثل که دارید فوتبال بازی میکنید خودتون با خودتون و داوری هم وجود نداره، تماشاچی هم نیست، حریفی هم نیست. یعنی شما نمیدونم چه کار دارید میکنید. بنابراین صبر کنیم. هر کاری یک زبانی داره و هیچ کدوم از این گزینه ها نبایستی حذف بشه. مردم حق دارن آنچه را که میخواهند بهش رأی بدن، ولی اون روز رأی آقای رستمپور بایستی مشخص باشه که به چه رأی میدهند، نه اینکه دوباره مثل سال 1357 بروند آری یا نه به چیزی بگویند که اصلا نمیدونن که این چی هست. یعنی به چی گفتن آره؟ میدونستن جمهوری اسلامی چیه؟ نه. پیرو همین کشمکشی که ایجاد شد و حاشیه بی‌معنا و کاذبی که رقم خورد و به خوبی درباره‌اش صحبت کردید، درباره نقش دین و جایگاهش در ایران آزاد چه صحبتی دارید؟ ببینید آقای رستمپور، من کاملا با زاویه هایی که شما عنوان میکنید آشنایی دارم و اولین چیزی که میخوام بگم اینی که من با نهایت احترام به ادعاهای همه دوستان محترم و بدون اینکه به نیتشون شک کنم فقط نگاه میکنم ببینم چی میگن و وقتی تضاد میبینم اون تضاد برام غیر قابل توجیه هستش و اونجا که گیر میکنم. ببینید سوال خیلی ساده است. آیا در ایران آزاد شما به جدایی دین از سیاست معتقد هستید یا نیستید؟ اگر هستید
چگونه میخواهید سندی را که 118 سال پیش با کلمه با تاییدات خداوند متعال امام 12 عجل الله تعالی فرجه و حجج اسلام و آخرش و قاطبه مردم علی مراتبهم نوشته شده، سندی که پادشاه رو موظف به ترویج مذهب شیعه اثناعشری، ببینید چقدر به خصوص ترویج یک مذهب در مملکت موظف میداند، جایی که وتو یا حق باطل کردن رأی مردم رو توسط روحانیون تا ظهور امام زمان غیر قابل تغییر میداند، شما چطور میتونید این دو رو در کنار هم قرار بدید و بعد بگید که نه اشکال؟ اولا که بعضی وقتا استدلال میکنن که این اصول هیچ وقت استفاده نشد. خب این استدلال به نظر من یه سوال ایجاد میکنه، یعنی چه آقای رستمپور؟ من اگه یک اسلحه به شقیقه شما بگذارم و شما رو مجبور به امضای کاری بکنم که شما نمیخواهید امضا بکنید و بعد شما بگویید که خب من امضا کردم چون شما اسلحه به شقیقه من گذاشته بودید، آیا منطقی است که من بگویم خب من که شلیک که نکردم که اسلحه به شقیقه شما گذاشته بودم و شما رو تهدید کرده بودم و شما نه من که شلیک نکردم، خب امضا نمی‌کردی شما؟ نه، این منطق یه جاش عیب داره، نمیشه این قبول کرد. یا اینکه میگوین نه یه جاهایش عیب داره من خودم عوض میکنم اینها. مهمتر از همه ببینید امروز ما میگوییم که امروز شاهزاده رضا پهلوی طلایه‌دار تغییر است به ضرورتی که وجود دارد، نه اینکه او اعلام کرده است که من میخواهم طلایه‌دار تغییر باشم. این ما هستیم، این مردم هستیم که از او این رو خواستیم و او بنا بر یک رسالت، یعنی حتی خودش انتخاب هم نکرده، چاره ای نیست، او یک رسالت تاریخی دارد و این رسالت تاریخی رو داره اجرا میکنه. آیا منطقیه که ما بگوییم که ما موافق او هستیم، همراه او هستیم، اگر ما بگوییم که من پادشاه خواه هستم ولی این پادشاه رو قبول ندارم؟ خب دنبال کی هستید؟ پادشاه از کجا میخواید یه جا وارد بکنید؟ اصلا این کجاش منطقیه؟ این کجاش اجراییه؟ شما چرا از پادشاهی که میگویید پیرو هستید چرا به او اقتدا نمی کنید؟ چرا از او پیروی نمی کنید؟ او میگوید من اعتقاد دارم به آن چیزی که نوشته شده، دفتر او این دفترچه اضطراری تهیه کرده، اعتقاد به او آن است با او همراه شویم، با او راه بیاییم، ببینیم کجاش بایستی تغییر کنه. ولی اصولا سوال من اینه ما چه اجباری داریم؟ میگویند که آقای کیان به شما یادآوری میکنیم که اولا که شما گفتید که این قانون اساسی منحوسه. ببینید من واقعا فارسی رو بایستی هر روز تمرین کنم. من این کتاب ها رو گذاشتم پشت سرم. کلمه منحوس مرحوم علی اکبر دهخدا در این کتاب ها مفهومش رو بدیومن، شوم، نحس یعنی بدیومنه، شومه. شما به من بگید این قانون اساسی 1906 و متممش شوم نبوده؟ مردم ایران رو نگاه بکنید 118 سال چه دستاوردی داشته. میگویند تمام آنچه که توسط رضاشاه کبیر انجام شد بر اساس همین قانون بود. من چنین چیزی رو درست نمیبینم. آنچه که توسط رضاشاه کبیر انجام شد همت و اراده یک شخص بود، همت و اراده رضاشاه کبیر بود، وگرنه این قانون اساسی که قبل از رضاشاه کبیر هم وجود داشت در زمان قاجار، چرا اون بیکفایتی و اون فضاحت و فلاکت رو با خودش هم راه آورد؟ این قانون اساسی نبود، این رضاشاه کبیر بود که تغییر رو ایجاد کرد. این محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران بود که تغییر رو ایجاد کرد، نه این قانون اساسی. بنابراین به آنچه که شاهزاده رضا پهلوی میگوید اقتدا کنیم، پیروی کنیم. او خواسته مردم ایران را به ما یادآوری میکند، نه خواسته خودش. او آرزوی دیگری به جز آزادی ایران و ایرانیان ندارد. بنابراین این تلاش بیهوده است. اگر که امروز ما هم مقاممون رو در این میگذاریم که ما بایستی تلاش کنیم که سیستم پادشاهی
در ایران برقرار بشه هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. از همین امروز میتونید این تلاش رو بکنید، ولی این تلاش رو با حذف رقیب نمیشه انجام داد، نمیشه، چون این خواست شاهزاده رضا پهلوی هم نیست. من از طرف ایشان صحبت نمی کنم، نه اجازهش رو دارم نه ظرفیتش رو که چنین کاری بکنم، ولی چون داریم راجبش صحبت میکنیم باستی باز بکنیم مطلب رو دیگه، بدون رو در بایستی هم باستی صحبت بکنیم. اینه که یه وقت ما ناخواسته آتشی روشن نکنیم که روشن شده، البته روشن شده، البته تأثیری نداره، چون این آتش هدفش اشخاصی است که با اون عقاید مشکل دارن و حمله هایی به اونها میشه، ولی مهم نیست. مثلا چه اهمیتی داره که به من حمله بشه؟ من که شخصیت مهمی نیستم، اتفاق مهمی هم نمیفته و این حملاتی هم که به شاهزاده رضا پهلوی میشه به نظر من بی اثره، برای اینکه هیچ تأثیری در آنچه که در ذهن و قلب ایرانیان میگذره نداره. هیچ کسی وجود نداره امروز آقای رستمپور که به اندازه شاهزاده رضا پهلوی مورد اطمینان مردم باشد، نه به خاطر اینکه او نوه رضا شاه کبیر است و یا فرزند محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران است، نه، به خاطر منش و رفتار و تفکر خودشان، به خاطر اینکه یک انسانی است که هرگز از آنچه که گفته حرفش رو عوض نکرده، همیشه براش مردم مهم بودن، همیشه براش صندوق رأی مهم بوده بدون شک. و به نظر من یک فرصت بسیار بسیار مغتنمی است که مردم بتوانند که همصدا بشوند با کمک و راهنمایی شاهزاده رضا پهلوی و مسئولیت فردی تک تک کسانی که ادعا میکنن که در اون راه حرکت میکنن. چون ببینید نمیشه بگوییم من مبارزه میکنم با جمهوری اسلامی ولی مسئول نبود در قبال راه و روشی که انتخاب میکنیم. البته همه آزاد هستن در انتخاب راه و روششون و هیچ تضادی هم وجود نداره، هر کسی میتواند که فریاد آنچه را که میخواهد بزند، مردم قضاوت خواهند کرد، مردم رأی خواهند داد. آقای رستمپور زنده باد. جناب آقای کیان، آخرین باری که ایران بودید چه سالی بود؟ آخرین باری که ایران بودم فکر کنم سال 1977 بود، آخرای 76 77 بود که من ایران رو برای انگلستان ترک کردم و سال 1979، ببخشید سالها رو میلادی میگم چون الان ذهنم با سالهای نمیخوام اشتباه بگم، از انگلستان به آمریکا آمدم در ماه سپتامبر سال 1979. آقای رستمپور سال 1156 شما ایران رو ترک کردید، رفتید انگلیس، از انگلیس هم در سال انقلاب رفتید به آمریکا و همون تاریخ جمهوری اسلامی در واقع بعد از شما، بعد از اینکه رفتید تاریخ جمهوری اسلامی آغاز میشه و نزدیک نیم قرنه که در من قبل از شروع این نکبت ایران رو ترک کردم. سال 56 ترک کردید ایرانو و حالا پرسشم اینه که چقدر همیشه امیدوار بودید که به ایران روزی برخواهید گشت و در قیاس با گذشته این امید الان چقدر احتمالاً بیشتر شده؟ آقای رستمپور ما با دوستامون داریم قرار میذاریم که بریم چوبک آبی رفتاری، شما چی می‌فرمایید؟ اندازه گیری ما قرار داریم آقای رستمپور، اصلا بدون شک نکنید به هیچ عنوان این اتفاقی است ناگزیر که بعضی وقتا ما یه چیزی رو که ندیدیم آقای رستمپور وقتی میبینیم نمیشناسیم، چون ندیدیمش قبلا نمیدونیم چیه. ما ندیدیم که یک دولتی بمیره ولی هنوز این جسد متعفن بتونه مردم رو اذیت کنه. ما ندیدیم اینو ولی هنوز داره این کارو میکنه. برای همینه که متوجه نیستیم که مرده. جمهوری اسلامی مرده. نگاه کنید به من بگید این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه، این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه، این سردار سلامیه یا اون سردار حاجی زاده یا اون یکی سردار قاهانی که با اون حرکات مسخره چشم و ابروش شرایط رو توجیه میکرد، همونه. این همون جمهوری اسلامیه، این همون ببینید وضعیت بانوان رو در ایران. کی از کی میترسه الان؟ پاسدار از بانوی غیر محجبه بیشتر میترسه
یا بانوی غیر محجبه از پاسدار. ببینید 14 ساله ها 15 ساله ها به چه فلاکتی انداختن این رژیم سرکوبگر رو. کی از کی بیشتر میترسه؟ وقت شما میپرسید امیدتون چقدره؟ ما از امید گذشتیم آیه رستمپور. ما ایمان داریم که باز خواهیم گشت و در کنار اون مردم این فرصت رو خواهیم داشت که بوسه بزنیم به خاک پاک ایران. آقای رستمپور، مملکت پدران ما، بدون شک نکنید، بسیار جدی، بسیار جدی. آقای کیان، ایرانی که شما توش زندگی کردید و که من اون موقع به دنیا نیامده بودم، اون ایران رو من و اون تصاویر اون دوران رو خیلی بیشتر دوست دارم از ایرانی که من توش زندگی کردم. یعنی اون عکس ها و فیلم های دوران شما، اون ساختمون های قشنگ، اون معماری با شکوه که یواش یواش تو دنیا داشت مشهور میشد که این معماری تهرانه، ولی الان چنین چیزی نیست. توی کوچه 6 متری برجای 30-40 طبقه، هر کدوم به یه رنگ، هر کدوم به یه قواره. اون خیابونای شلوغی که الان هست در قیاس با خیابونای زمان شاه، اون عکس ها رو من خیلی بیشتر دوست دارم. و حالا سوالم اینه که به نسبت حتی دورانی که خودم توش زندگی کردم و خاطره دارم، خاطرات خوب، خاطرات بد، ولی پرسشم اینه که شما وقتی برمیگردید، خب طبیعتا با یه تهران، اسمش تهرانه، یه چیز دیگه است و کاملا متفاوته. چقدر از لحاظ ذهنی خودتون رو برای مواجهه با این تغییرات عظیم و عجیب آماده کردید؟ آقای رستمپور، یکی از کارهایی که من و بعضی افراد خانوادم انجام میدیم اینه که با هم فکر میکنیم که از یک جای تهران میخوایم به یه جای دیگه بریم. اون وقت مرور میکنیم این مسیر رو و میدانیم که ما در تهران امروز سفر نمی کنیم در ذهن خودمون، ما در تهران قدیم سفر میکنیم. اینو میدونیم و خب چاره نداریم. مثلا من اسامی خیابان ها رو نمیدونم. من به یکی گفتم که به من گفت که شما بچه کجا هستی؟ گفتم من بچه خیابان کاخ جنوبی هستم. گفت خیابان این وزیران بود. گفت خیابان کاخ جنوبی کجاست دیگه؟ گفتم نمیدونم. بعد یهو احساس کردم که من حتی نمیتونم آدرس بدم که خیابان کاخ جنوبی کجاست. مثلا در غرب خیابان پهلوی قرار گرفته، بعد اون وقت میگه خیابان پهلوی کجاست. اینی که براش توضیح دادم، گفتم 4 تا کاخ بود در کنار هم دیگه در یه میدان کوچکی که این خیابون در اونجا خاتمه پیدا میکرد و از اون به بعد میشد امیریه. از زیر خیابان شاه به بعد میشد امیریه. منتها وقتی اینو گفتم گفت شما خیابان فلسطین به دنیا آمدین. و احساس کردم که اینی که شما الان دارید میگید چقدر دوره. من هرگز نمیدونستم که من بچه خیابان فلسطین هستم. نیستم. خیابان کاخ جنوبی هستم. اینه که کاملا درک میکنم. و خب ببینید آقای رستمپور، من فکر میکنم که ایرانی یک سری خصوصیت‌های پایدار داره. خصوصیت پایدار ایرانی مهر ایرانی است. یعنی یک ایرانی همیشه میتواند مهربانترین باشد و ما حساب میکنیم روی مهر ایرانی که اونجا گم نمیشیم. آقای رستمپور، هستن دوستانی که اونجا دست ما رو خواهند گرفت و ما رو نمیذارن گم بشیم اونجا. درود بر شما. بسیار فکر کنم پایان قشنگ و دلانگیزی بود برای گفتگومون. جناب آقای بیژن کیان نکات فوق‌العاده‌ای رو در روند این گپ و گفت شما گفتید و مطمئنم که مثل من بینندگانمونم، دوستای خوبمون که در داخل ایران به ویژه و همچنین خارج از ایران فرقی نمیکنه، هر جا هستیم ایرانیم، دیدن و لذت بردن. بسیار سپاسگزارم. آقای رستمپور، همیشه با 2 کلمه من برنامه ها رو پایان میدم با اون پاینده ایران. پاینده ایران زنده باد.
پاسخ به این ندای ملی از سوی معتمدترین، محبوبترین و مطلوبترین شخصیت سیاسی ایرانیان در داخل و خارج کشور، شاهزاده رضا پهلوی، نه یک انتخاب بلکه یک رسالت بود. ایشان با برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نماد هویت مشترک ما، مسئولیت رهبری قیام ملی را پذیرفتند تا ما را در مسیر حاکمیت ملی از راه انتخابات آزاد و جامعه‌ای آگاه راهنمون شوند.